بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفلق مکیه. سوره فلق هستی. سوره چی است؟ مکی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا وقتی که یک کافر مسلمان شده بود را گفتن که تو چه قسم مسلمان شدی؟ گفت وقتی من مسلمان شدم که امی آیات قرآن خواندم که در غرب تبلیغ میشد که امی قرآن کسی کلام از پیغمبر است، از محمد صلی الله علیه و است. لکن وقتی که ما قرآن خواندیم دیدیم که در قرآن حتمشان یک ذات دیگه هست که به رسول الله صلی الله علیه و امر میکنه که قل بگو هو الله احد. او خالقی که قرآن نازل کرده او ذات یگانه هست. اینجا برش میگه که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که من که پیغمبر هستم چی میکنم؟ اعوذ، من خودم پناه میبرم به کی؟ به رب الفلق، به رب صبح. در عصر جاهلیت مردم چی داشتن؟ عادت داشتن بعضی کسا پناه می بردن به قبرها، بعضی ها پناه می بردن به بتها، بعضی ها پناه می بردن به سنگها، بعضی ها پناه می بردن به درخت، بعضی ها پناه می بردن به جنها. 10-15 قسم پناه بردن بود. به بتها مردم پناه می بردن، به سنگها پناه می بردن، به مجسمه ها پناه می بردن، به قبرها پناه می بردن، به مثل کال، به بربو و اسپند و به این چیزا پناه می بردن، به هر چیز پناه می بردن. رسول الله صلی الله علیه و الله برش امر کرد که برشان بفهمان که اگر کس پیرو ما هست ما خودم به کی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم که او رب ما هست، خلق کننده هست، روزی دهنده هست، شفا دهنده هست. پس باید به او پناه ببری. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و اعوذ، من که پیغمبر هستم پناه میبرم به کی؟ به رب الفلق، به پروردگار صبح. من شر ما خلق، از شر آنچه که خلق کرده هست. یعنی بسیار مخلوقات مضر هست که اینا مخلوقات الله هستن. شیطان ها مضر هستن، بعضی از شیطان های انسانی هست، شیطان های جنی هست، حیوانات درنده هست، بعضی از جنبنده ها هست مثل مار و گژدم، هر چی که هست که من از شر تمامی از اینا به کی میبرم؟ به الله پناه میبرم. پس کسی که پیرو ما هست، امت ما هست، در وقتی که از این بدی ها یا به این بدی ها مبتلا میشه یا قبل از اینکه به این بدی ها مبتلا شوه، از شر تمامی از اینا به کی پناه بره؟ به الله پناه بره. پیش فالبین و جادوگر و مردمایی که جادو میکنن و فال میبینن و مثلا ادعای علم غیب میکنن و بعضی چیزای شرکی را انجام میتن و خود از اونا پناه میبرن به جنها و به دیوها و به چیزا و ترا، بگوین که یا مخالف عقیده اسلامی هست. پس ما آمدیم همین تعلیم بر امت خود بده که ما خودم پیغمبر هستم، فقط به رب العالمین پناه میبرم. و من شر غاسق، و همچنان ما پناه میبرم از شر تاریکی اذا وقب، وقتی که تاریکی چی میشه؟ پراگنده میشه. چون وقت شام میشه تاریکی میشه، شیطان ها در حرکت میشن. انسان مسلمان وقتی که تاریکی ها می باشه یا در تاریکی ها بیرون میبراید باید چی کنه؟ امی بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از شر می شیطان ها و تراک قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخانه. و من شر النفاثات فی العقد، همچنان من پناه میبرم به الله از شر کی؟ از شر نفاثات فی العقد، از شر عمو خانم هایی که در عصر رسول الله هم بعضی زنهای جادوگر بودن مثل که آل هم از به نام پریزن میگه. بعضی زنهای جادوگر پریزن چی میکردن؟ بعضی می تارا را میگرفتن، مثلا تارا باز چی میگه چوف کده میرفتن گریه میکردن. یکی از علامات جادو امی گریه کردن تارها هست. آلی کار در عصر ما و شما مردها هم شروع کردن، مردایی که جادو میکنن. و من شر، و همچنان ما به الله پناه میبرم از شر نفاثات، او زنای جادوگر و پریزنه که چی میکردن؟ یا پف میکردن، دم میکردن فی العقد، در گریه ها گریه میکرد، بازم گریه پف میکرد که اونمو یک نفر به سحر و جادو مبتلا بکنه. و من شر حاسد، و همچنان بگو که من پناه میبرم به الله از شر حاسد، حسادت کننده، اذا حسد، وقتی که حسادت بکنه. یعنی بسیار چیز خطرناک است. یکی از چیزهایی که انسان به الله از او پناه ببره امی انسانهای حاسد است. چرا؟ انسانهای حاسد بعضی اوقات است که به اساس حسادت قتل میکنه، جنایت میکنه، ظلم میکنه. و امی شیطان ابلیس به خاطر حسادتی که با آدم علیه السلام کرد
این حتی خود سبب لعنت گردانید. امر الله را شکستاند، امر الله را قبول نکرد. صرف به خاطر چی؟ به خاطر حسادت که من چطور بخیزم به یک انسانی که از خاک پیدا شده و از خاکی که گنده شده و خاکی که سیاه گشته و خاکی که گل است و گل بویناک از بازی انسان خلق شده، من بخیزم چی کنم؟ بر ازی سجده بکنم. و امی سجده کردن ملائکه و احترام ملائکه حسادت از ایره طور داد که چطور ملائکه بر ازی احترام بکنه و سجده بکنه، من باید ایره از جنت بکشم. ام ملائکه بر ازی احترام کردن، بر ازی شخصیت عالی داده شد و دم جنت جای شد، باش که من ایره نمانم که دمی حالت باشم. ایناله به سبب اینمی حسادت شیطان چی شد؟ شیطان خود از بارگاه الله ران. پس انسان مسلمان از شر امی حاسد، چی شیطان ابلیس باشن چی انسان های ابلیس صفت باشن، از شر از اینا هم انسان چی کنه؟ به الله بنا ببرن.